هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، آیا فالبینی و جادوگری راست است؟ در زمان امروزه اکثریت جوان دختران و جوان پسران برای کشایش کار خود و یا به دست آوردن دل هر دختری به نزد جادوگر می روند و کشایش می خواهند. برادر عزیزم، اگر تو فطرت پاک و تکیه به الله داشته باشی، پس باوری داشته باش که هر دختری را که می‌خواهی الله نصیبت می‌گرداند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کسی نزد جادوگر یا فالبین رفته و سخنان اون را تصدیق می‌کند، پس قسم به آن قرآنی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کافر می‌شود. پس خواهر عزیزم، هیچگاه برای یک مشکلی ناچیز خود را در غضب پروردگار گرفتار مکن، زیرا این کاری است که ارزنده خواهران ما نیست. اکثریت مادران و برادران نزد این جادوگرها رفته و از آنها طلب فرزند میکنند، اما این کار زشت آنها غضب خداوند را بیدار میکند. پروردگار در قرآن در آخر سوره شورا میفرماید من پروردگاری هستم که به کسی بخواهم پسر میدهم و به کسی بخواهم دختر میدهم، باز به کسی بخواهم دوگانگ میدهم، باز کدامی را بخواهم تماما فرزند نمیدهم، یعنی زن را عقیم و نازا میگردانم. پس خواهر من، امروز تو دانستی که آنچه دلت خواست نه آن می شود، آنچه خدا خواست همان می شود. پس چرا سرگردان گشتی و در راه ظلم و جهل قدم گذاشتی؟ آیا بار پیش فالبین رفتی و پشیمان شده ای؟ پس توبه کن، انشاءالله پروردگار مهربان است. اما در راه معصیت قدم مگذار و به سفسطه های زنهای جاهل مرو. خواهرم، این گفته ها از سوز دل است، پیش الله را سیاهی مشکل است. کم بود از می جوان مرده در این دنیای پیر، هر کی دست ما را بگیرد ای خدا دستش بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.